داره میگیره. داری فیلم برداری میکنی؟ سلام دوستای عزیز. امروز روز عید قربانه. اینجا آتنه. به افتخار پسر آقای آرمان، آقا ابوالفضل. امشب یه بساطی کباب را انداختیم. جای همتون خالی. چه ایران چه افغانستان همه جا هر کی دوستا فیلم رو میبینه کبابش هم پاچین مشهدیه. بال مرغ زغالش هم دیگه میدونه که دیگه جای همتون خیلی خالیه. ما میخوریم به یاد همه دوستا. اوه در گرفته. یک سومه کبابکی یکمش یونانی میگم. علی برو من. یک سومه کبابکی مزید دکتر مزید آرمان مزید اولا ایکو که میامو استواتینا اولا جایا که شما خالیگاکی آتیش سوزی شده. آتیش سوزی شده. لحظه خبر کنیم. آقا دیگه نمیخواد دود کنه. این دیگه چیزه زغالش بده من دود کنم اگه شما خستم. برو برو. آتیشش خاموش کنید. خودش خاموش میشه. خاموش میشه؟ ولی دیگه زغال خاموش این گوجه با اونا خود کن. بذارش اونجا دیگه. بیار میشه؟ بیار شان بیار اونجا بان میشه. زعفران آشته است. حالا اون بغل بان. اینجا بانش. اینجا بانش. من میمونای نام عکاسی کنم. آقای دکتر اینه جمع کنم برم با. ها؟ نه اینه جمع کنم با. خیلی برکتش در سرخان باشه. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با آتن خوش آمدین. انشالله که با خیر همتون با خوشی به منزلتان برسین. قبولی بگیرین. همین قسم خوش باشین. اینجا میخواه بشی بیاد. میشینی؟ و حال آرمان استازی خود نشان میده که یک میخوایی چی بشینی؟ دو دست آش میکنی فقط یا بال و مرغ میخوایی؟ عیدتون هم مبارک دکتر جان. عید شما مبارک. انشالله سال دیگه با خانواده. عید بچه‌کتان مبارک انشالله که بذاریم یه دوتا روش دودش خاموشه. داری فیلم میگیرم؟ فیلم خاصی نیست. دوستای عزیز یه چیز قابل توجه همتون که شبی که پسر آرمان آوردیم از بیمارستان ترخیصی شد یه غذای مخصوص افغانستان اسپیشال فود نامش از قابلی. اون رو درست میکنیم جای همه شما خالی ما میخوریم دهن شما بیفتن نوش جان ما فیلم خوبی داشته باشید. جا همه خالیه جا همه بچه های آقا سعیدی الله. اینم مادر پسر اینم پدر پسر آقای خزایی خانم خزایی. آبتونی الان ممکن میره آبجه میده صندلی برید اینجا همینجا بشینید. منم کمتون میشناسیم دیگه هنرپیشه درجه هالیوود. اون صندلی برید اینجا دسته بودتون من زیاد دیدیم تو فیلم ها. مرغه که سنگیده کبابی. آقا سعید زغالا خود شده آقا سعید نه برای من بایده دیگر